سلام بچه‌ها، من مهی سعیدی هستم. اومدم واسه شما جمع و تفریق فرآیند دو رقمی از کتاب ریاضی دوم دبستان رو یاد بدم. بچه‌ها بریم اول جمع حل کنیم. خب بچه‌ها، ما اول یه دونه چکمه میکشیم دور 25 به علاوه 3 شو، فقط 6 رو نمیندازیم تو چکمه. بچه بعد میایم 2 به علاوه 3 میکنیم، میشه 5. اشتباهی گفتم، میشه 5. بعد 5 میذاریم اینجا، 6 میذاریم اینجا جای خودش. بعد 5 رو به علاوه 6 میکنیم، میشه 11. یکش رو میذاریم اینجا، این میشه 6. بعد 11 یکانش هم میذاریم اینجا. بعد این که شد 6 هم میذاریم اینجا، این شد 61. بعد یه دونه خط میکشیم، دوباره چکمه میکشیم، یک بین های 7 میکنیم، میشه 6. 4 هم میذاریم جاش، 7 هم میذاریم جاش. بعد ما نمیتونیم از 4 7 تا برداریم، واسه همون میایم از این کمک میگیریم. این میشه 5، این میشه 14. از 14 7 تا کم کنیم میشه 7. دوباره 7 هم میذاریم اینجا، 5 هم میذاریم اینجا، میشه 57. بچه خیلی ممنونم که به ویدیو نگاه کردین. خداحافظ.